سلام. ببخشید من تو حسابم پول بوده ولی الان چکم برگشت خورده. بفرمایید. اجازه بدین من نگاه کنم. مشکل چیه فقط؟ اجازه بدین. الان حلش میکنم. میدونم مشکل چی بوده. فکر کنم سرم شلوغ بوده فراموش کردم. الان درست میشه. یعنی چی سرم شلوغ بوده؟ خانم من با بدبختی این پول رو جور کردم چکم برگشت نخوره. آبروم تو بازار نره بعد الان شما میگی من فراموش کردم؟ آقای مروتی یه لحظه تشریف بیارین بشینین من الان سریع حلش میکنم براتون. خانم اعتبار و اعتماد من رفته رو هوا. باشه. چی شده خانم صالحی؟ اعتماد همون چیزی که ما با شما داریم و شما به ما ندارید. آقا شما الان یادت میره کارمزد بگیری؟ اینا بیا. هرچی پول داریم میایم میذاریم تو بانک شما بعد شما یه خودکار 1000 تومانی رو زنجیر میکنی کسی نبره. یه وام میخواید بهمون بدید جد آبادمون رو میاری جلو چشمون اونم آخر نمیدن. اعتماد همون چیزی که شما با حواس پرتی گند زدی توش الانم صاف وایسادی جلو من میگی اشکالی نداره فراموش کردم.